اگر بلایی سر رهبر کره شمالی بیاد، دنیا نابود میشه. این ترسناکترین قانونی بود که کیم جونگ اون تصویب کرد. طبق قانون جدید هسته‌ای کره شمالی، اگر رهبر کشور یا مرکز فرماندهی نابود بشه، ارتش وظیفه داره حتی بعد مرگ رهبر حمله اتمی تلافی جویانه انجام بده. تحلیلگرها به این سیستم میگن دکمه آخرالزمانی، چون قرار نیست با مرگ رهبرشون ماجرا تموم بشه. در واقع کیم جونگ اون با تصویب این قانون به آمریکا فهموند اگر من رو هم بکشید بازم کار تموم نشده و ما هم رسما به شما جواب میدیم. پس اگر ما رو بزنید جنگ بعد مرگمون آغاز میشه. جالبه بدونید کره شمالی تونسته موشک قاره‌پیما، هایپرسونیک، زیردریایی اتمی و لانچرهای زیرزمینی متحرک بسازه. به نظر شما کدوم کشور در آینده از بمب اتمی ممکنه استفاده کنه؟ کره شمالی، روسیه، آمریکا یا حتی پاکستان؟